هفته خبر تو خبر داره براتون از آثار همون یه قطره جام زهری که تو جسم ناقص عظما رفته و کار رو به اونجا رسونده که حتی سر شعار مرگ بر آمریکا هم هیچ مانوری نمیتونه بده. در حالی که مم جواد ظریف میخواد با خنده ها و اشوه های شطوری خودش رو پیش آمریکایی ها لوس کنه، توی تیوی ریش طرف حساب های دیپلماسی شیخ فری رو میدن دم برق. منظورش این بودش که آمریکا هر قولی به ایران داده عمل نکرده. خب ایران هم بهش اعتماد نمیکنه دیگه، مگه نه؟ نه خیر آقا، هیچ هم منظور من این نبود. منظور من اینه که اصلا آمریکا نباید خودش کوچیک کنه بره جلو. باید یه حمله گازانباری بکنه، بریزه بزنه بکشه بزنه بیاره. نه خیر آقا، این راهش نیست. من بهتون میگم آمریکا باید چیکار کنه تا ایران باهاش حرف بزنه. ای جدا شما میتونید بگید؟ خب بگید. بله، آمریکا باید سعی کنه با صداقت، نجابت، وقاحت، رفاقت، سفاحت. آقا نه، باید دست بده بگه ایران منو ببخش، من غلط کردم، منو ببخش، بذار من بیام جلو. یه عده از بسیجی های بیکلم البته با پشتیبانی مالی اون بالاها اومدن در و دیوار شهر رو پر کردن از بیلبوردهای ضد استکبار جهانی که الان سر یک میز با نظام نشسته. اما زهرخورهای حرفه‌ای که دیدن نون نرمش ذلیلانه‌شون داره آجر میشه، با اشاره اکبر کوسه همه بیلبوردها رو جمع کردن تا شاید بزغاله های بسیجی رو اینجوری ادب کنن. اما بزغاله های بسیجی که به این سادگی ها پای زهر خوردن نمیان، با وعده شاخ زدن در 13 آبان با کوسه تلافی کردن. رئیس ستاد مرکزی مراسم یوم الله 13 آبان گفت در روز ملی مبارزه با استکبار جهانی همزمان با سراسر کشور در تهران نیز این مراسم دوشنبه آینده مقابل لانه سابق جاسوسی آمریکا برگزار می شود. همچنین با توجه به شرایط حساس منطقه و بین المللی، شعار مرگ بر آمریکا اصلی ترین و مهمترین شعار ضد استکباری مردم در یوم الله 13 آبان خواهد بود. فضاحت دیگه‌ای که دامنگیر عظما شد جلسه رأی اعتماد به 3 وزیر جدید شیخ فری بود که اول قرار بود برگ دیگه‌ای از شفافیت دولت جدید باشه. یک شنبه 5 آبان ساعت 8:30 صبح. پخش زنده مشروع مذاکرات نمایندگان مجلس برای بررسی صلاحیت وزرای آموزش و پرورش. با ما همراه باشید. البته پخش مستقیم این جلسه در حد همین آگهی باقی موند و از ترس اینکه دوباره جنگ و دعوای سگ و گربه های مجلس علنی بشه و کمر سیدعلی رو خمتر کنه، به پخش مرده این جلسه رضایت دادن. در خصوص بحث پخش مستقیم جلسه امروز مثل دفعه قبل که رأی اعتماد به وزرا بود، صبح دوستان تذکر دادم، بندم شخصا از حضرت عالی پرسیدم، فرمودید که مجلس در این زمینه نقشی نداشته. اما همین امروز خبرگزاری رسمی دولت و بعضی از آقایان دیگه مصاحبه کردن، گفتن که دولت برای لغو این پخش مستقیم نظری نداشته و این نظر هیئت رئیسه بوده. این رو به خاطر اینکه ابهام شده، من خواهشم اینه که مشخص بکنین بالاخره رسانه رسمی دولت راستگویان راست میگه یا رئیس مجلس و نایب رئیس مجلس. خلاصه این وسط خامنه‌ای لالمونی گرفته و به هر جای نظام که دست میزنه مشت و سیلیه که روی فکش میشینه.
از سگ و گربه های نظام که بگذریم، میرسیم به شیخ شیاد که مثل آفتاب پرست توی هر جماعتی که میره واسه خود شیرینی خودش رو به رنگ اونها در میاره. این آخوند مفخور در حالی که تو عمرش دستش به بیل نخورده، تو جمع کشاورزا اینجوری فیلم بازی میکنه. روستازاده هستم و در کنار دوران تحصیلاتم در نوجوانی در دبستان گاهی کار کشاورزی هم داشتم. اگر دست پینه بسته افتخار است که افتخار است، من هم در سن 10-11 سالگی در فصل تابستان به خاطر کار کشاورزی دستهایم پینه بسته بود. گفتی؟ وقتی میره توی دانشگاه میخواد به زور ابا و عمامش رو لای دانشجوها ساندویچ کنه. احساس من در این جمع شکوهمند، احساس من همچنان احساس یک دانشجو از این دانشگاه است. اما همین روباه 7 خط ماهیت اصلیش وقتی رو میشه که گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل یک گزارش واقعی میذاره رو میزش. اون وقتی که سخنگوی وزارت خارجه‌اش همون حرفای احمدی نژادی رو تحویل میده. منابع تهیه گزارش منابعی هستند که در واقع نسبت به جمهوری اسلامی ایران کاملا مغرض هستند. مستنداتی که جمهوری اسلامی ایران در موارد گذشته و در پاسخ به سوالات، ابهامات و ادعاهای آقای احمد شهید به ایشون ارائه شده، متاسفانه در تهیه گزارش دیده نشده. تداوم این روی کرد و اینکه یک سویه و بدون توجه به روند تحولات و واقعیات ایران موضوعات حقوق بشری طرح بشه جای تأسف بسیاره. اونهایی که وانمود میکردن که با روی کار اومدن روحانی یه فیلی توی نظام هوا میشه، با ماهیت واقعی این فیله مواجه شدن. Oh my God! What just happened? Did he hit you? It was in his trunk. این روزا رو کردن خاطرات خمینی تو نظام مد شده، طوری که هر کی هر جا گیر میکنه یه لگدی به اون کفن پاره میزنه تا راهش باز شه. اینجاست که تیوی ریش این یارو رو آورد تا دکور کج شده خمینی تو نظام رو راستوریز کنه. امام یک فیلسوف بزرگه، یک فقیه بزرگه، یک حتی ادیب بزرگه، یک اصولی بزرگه، یک شجاع و مبارز، یک سیاستمدار با همه اجزایش. حالا بشنوید یک خاطره از این بشنگ که همه ویژگی‌های امامش رو در یک حرکت نمادین نشون میده. و یک روزم باز دوباره برفی بود. حضرت امام جور که قدم میزد 3 یا 4 تا برف اومده بود، برف خیلی تمیز و خیلی چیز بود. حضرت امام جور که اومدن یه قسمت از اینجا برف خیلی تمیزی بود، آمدم و به این صورت اینجوری خیلی برف تمیز بود. حالا من اینجوری با دهان مبارکشون یه خورده برف برداشتن مل کردن، من پشت سرش اومدم پشت سرش با دهانم برفا رو خوردم و رفت. برای اینکه کسی در رابطه با رعایت حقوق بشر تو نظام ولایت فقیه دچار تردید نشه، این گروگانگیر سابق که حالا شده معاون شیخ فری برگی رو میکنه که معلوم میشه این دولت تا کجا به حقوق گوسفندان احترام میذاره. من از ماشین پیاده شم و دیدم که یک گوسفند رو آوردن و حالا اونها حتما نیت خیلی داشتن، ولی اینکه این تشریفات و چون واقعا قربانی کردن گوسفند این رو بخوان حالا در یه مراسمی، اونم برای یه مقام مسئولی، من به نظرم اومد که این کار خیلی کار قشنگی نیست. آره کار خیلی قشنگی نیست و من همونجا خواهش کردم، گفتم که این کار رو نکنید و
این حیوان زبون بستم یک نگاه خلاصه محبت آمیزی کرد. البته معلوم نیست که چه برای سرش اومده الان دیگه حالا نمیده، ولی اون لحظه فکر کنم دعا کرد، یه خلاصه دعایی در حق ما کرد. بشنگ بعدی این وزیر اقتصاد دزد دولت احمدی نژاده که بعد از 8 سال به چاپ میلیاردی از مال مردم اومده تا با یه خاطره از دخترش مظلوم نمایی کنه. روز یعنی جمعه قبل از استیزا دخترم متوجه شد، موقع کلاس 4 و 5 دبستان بود، خیلی ناراحت شد و به من برگشت گفت بابا تو رو میخوان اینه کردانت کنن. خیلی گریه کرد، منم سعی کردم آرامش کنم ولی آرامش کردم، قانعش نکردم. استیزا برگزار شد، من رأی اعتماد گرفتم، برگشتم خونه. وقتی که منزل خلوت شد و مهمون ها رفتن، خانم برگشت به من گفت که فلانی میخوام یه خاطره برات تعریف کنم، یعنی یه نکته برات تعریف کنم که نه الان وقتشه. گفتم چیه؟ گفت شنبه اون روز دخترت برگشت و دخترمون برگشت گفت که من مقصرم که این بلاها داره سر بابام میاد. عجب. چرا؟ بله. میگه سال 88 که ما با هم رفتیم حج عمره، مادر بزرگم به من گفته بود که تو چون اولین باری میری مکه چشمت میفته به پرده کعبه، هر آرزویی از خدا بخوای خدا اونو برآورده میکنه. من آرزو کردم بابام دوباره وزیر بشه، خدا به حرف من گوش داد و چون من اینو خواستم بابام این بلاها داره سرش میاد. جذابیت و شادابی و سرزندگی اگه میخوای بشین پای تیوی ریش، این برنامه رو نگاه کن تا از زندگی سیر بشی. برنامه زنده به گور کردن آدم ها که جایزه مزخرف ترین مستند سال رو از آن خودش کرده. اونجا تازه یه مرده دفن شده، کنار اون یه قبر خالی، اونجا بریم. آماده شما؟ تشریف ببرین داخل بی زحمت. من حس جالبیه، تجربهش خوبه. من فکر میکردم این تو بیام آزاردهنده تر باشه، ولی چیزی نیست. سنگ آخرم من بذارم؟ بذاریم. حرفی داریم به ما بزنین؟ دوست داشتم همیشه که بتونم بیام اینجا. میگید به دوستتون تجربه کنن؟ حتما. حالا برای که حالتون خیلی بد نشه اول اینو ببینید تا بعد بریم سراغ موضوع بعدی. Texas rat snakes are going to be one of the largest snakes that you find in the Metroplex area. تو این برنامه مارمولک آورده بودن که برنامه از کنترل خارج شد، ولی تو این یک بزمجه بسیجی آوردن که دوست داره 4 کلمه انگلیسی که یاد گرفته رو به زور خرج کنه، تا جایی که دیگه حوصله مجری هم سر میره و مجبور میشه سوت بزنه. دیگه توی امریکا مثل آیپک، آنتی دیفمیشن لیگ و حالا یکم یونایتد استیتس ایجنسی فور اینترنشنال دیولپمنت و اینترنشنال ریپابلیکن فور انستیتوت و فریدم هاوس و یه سری از این مؤسسه هایی که حالا انسی بروکینز و سابان ستر در حالت ان جی او هستن. آره و اینکه ان جی او هستن. آره و اینکه در انتها توجه شما رو به یک شیوه متفاوت از حرکت پرس سینه جلب می‌کنیم که البته انجام اون به هیچ ورزشکاری توصیه نمیشه.